برای هر بار سایه زدن حتما سطح پوست رو تمیز میکنیم تا سایه هایی که زدیم رو درست پیش ببریم و بعد از چندین مرحله کامل سوزنزنی و کار کردن این بار طرح انتخابی رو به صورت کامل پاک میکنیم تا شکل کامل طرح و سایه هایی که زدیم رو دقیق تر ببینیم تا از تعادل و هماهنگی و تیره و روشن شدن سایه ها و فرم صورت خارج نشیم. دوستان قسمت های تصویری چهره که باید هایلایت بشه، یعنی نور مستقیم بهشون بتابه، معمولا نوک بینی و بالای گونه ها، پیشونی، بالای لب و چانه هستش. خب دوستان، سایه های روی لب‌ها، چون لب نقطه‌ای هستش که احساسات ازش عبور میکنه، یک لبخند، یک سکوت و یک حرف نگفته میتونه با سایه زدن اشتباه تغییر کنه. خب دوست من، اگر این ویدیو برات مفید بود حتما ویدیومو لایک کن و اگر میخوای منو به چالش بکشی به هم بگو چه طرحی رو دوست داری، رئال باشه یا طرح فانتزی یا یه چیز خاص، و نظر تو کامنت برام بنویس.